یکی از بی‌رحم‌ترین حاکمان دیکتاتور و خودکامه در تاریخ معاصر، به نقل از نیویورک تایمز. دیکتاتوری مستبد و خشن که در طی 23 سال حکمرانیش دست به جنایت‌های وحشتناکی بر علیه کردان عراق، علیه اعراب عراق و علیه مردم ایران زد. او که رویای حکومت بر جهان عرب رو داشت، اما در نهایت با پایانی تلخ و تحقیرآمیز روبرو شد. همراه ما باشید با زندگی نامه جنجالی صدام حسین. صدام حسین در سال 1937 در روستای العوجه در نزدیکی شهر تکریت در عراق و در خانواده‌ای چوپان متولد شد. پدر و برادرش چند ماه قبل از تولدش از دنیا رفتند و مادر صدام بر اثر اندوه از دست دادن عزیزاش تلاش کرد تا جنین خود یعنی صدام حسین را از بین ببره و خودکشی کنه. اما مادر صدام حسین این کار رو نکرد و صدام متولد شد. اون اسمش رو صدام به معنای فردی که بسیار صدمه میزنه گذاشت، در صورتی که در اون زمان کمتر در عراق مورد استفاده قرار می گرفت. اما همین اسم بعدها خیلی روی صدام نشست. مادر صدام بعد از به دنیا آمدن فرزندش از نگهداری اون خودداری کرد. صدام حسین نزد داییش خیرالله تلفاح بزرگ شد و تحت تاثیر عقاید داییش قرار گرفت. خیرالله تلفاح یک ملیگرای عرب با تفکرات تند فاشیستی بود و به شدت نفرت زیادی از یهودیان و ایرانیان داشت. حتی در سال 1940 میلادی خیرالله تلفاح جزوه‌ای رو به چاپ رسوند با این عنوان: 3 چیز که خدا نباید می‌آفرید: ایرانی‌ها، یهودی‌ها و مگس‌ها. در این جزوه ایرانیان به حیواناتی که خداوند اونها را در قالب انسان آفریده توصیف شدند و این نوشتار روی سیاست صدام در مقابل ایران به شدت تاثیرگذار بود، به طوری که این عبارت را روی میز کاری خود قرار داده بود. صدام حسین در 10 سالگی از تکریت فرار کرد و به خانه عموش در بغداد رفت و در 20 سالگی به حزب انقلابی بعث پیوست. بعث حزب تندرو و ملیگرایی بود که حکومت رو حق خودش میدونست و به این ترتیب بعثی‌ها با دولت جدید مخالفت میکردند و تصمیم به ترور عبدالکریم قاسم رئیس جمهور وقت عراق گرفتند و مسئول ترور کسی نبود جز صدام 22 ساله. اما این ترور ناموفق بود و در این عملیات تیر به پای صدام خورد، اما اون تونست به کشور سوریه فرار کنه و از کشور خارج شد. حزب بعث اما دست روی دست نگذاشت و کم کم قدرت رو به دست گرفت و بعد با یک کودتا قدرت رو از ژنرال قاسم گرفت و صدام به عراق برگشت. بعثی‌ها با مشکلات زیادی روبرو شدند و اختلافاتی درون اونها شکل گرفت و در نهایت قدرت را از دست دادند. اما صدام دست بردار نبود و معتقد بود که حکومت باید دست اونها بیفته. به این ترتیب در سال 1968 صدام حسین به همراه شخصی به نام احمد حسن البکر کودتایی رو راه انداختند و دوباره حکومت به دست بعثی‌ها افتاد. احمد حسن البکر رئیس جمهور عراق شد و صدام رو که در اون دوران 31 سال سن داشت دست راست خودش کرد و صدام حسین قانوناً مرد دوم سیاست عراق شده بود که به اعتقاد خیلی ها همون زمان هم مرد اول سیاست عراق بود. صدام هر گونه تهدیدی بر علیه خودش رو میدید شدیداً سرکوب میکرد. صدام قدرت بسیار زیادی رو به دست آورده بود و از اونجایی که از یهودیان نفرت داشت همه یهودیان عراق رو قتل عام کرد.
جوری که در زمان سقوط حکومت صدام تنها 34 یهودی در عراق زندگی می‌کردند. صدام که از حسن البکر رئیس جمهور عراق اختیار تام گرفته بود، دست به کارهای اقتصادی زد و موجب رشد اقتصادی عراق شد. در دهه 70 میلادی صدام بسیار محبوب شد. با اینکه مرد دوم سیاست عراق بود، اما با اختلاف قوی ترین فرد در عراق به شمار می‌رفت. او دیگر حسن البکر رو در کارهاش مشورت نمیداد و حتی جلساتش رو بدون حضور احمد حسن البکر تشکیل میداد. اون کم کم دست به اقدامی تاریخی زد و تصمیم گرفت این مزاحم رو کنار بگذاره. در نهایت حسن البکر از قدرت کناره‌گیری کرد و صدام رو جانشینش معرفی کرد. بعد از سخنرانیش توسط افراد صدام دستگیر و به حبس خونگی رفت تا اینکه به دستور صدام مسموم شد و صدام در سن 42 سالگی رئیس جمهور رسمی عراق شد. اما تمام اعضای حزب بعث موافق صدام نبودند و صدام تصمیم به اقدامی عجیب و غریب و وحشتناک زد. 6 روز بعد از گرفتن قدرت جلسه‌ای تشکیل داد و همه مقامات حزب بعث رو دعوت کرد. صدام به حضاران گفت: من توطئه‌ای رو خنثی کردم و افرادی که مخالف من هستند رو میخوام سرکوب کنم. در این حین مجری شروع به خوندن اسامی افراد مخالف صدام کرد و اسم هر کسی رو که میگفت مأموران اون رو دستگیر میکردند. جو بسیار وحشتناکی در جلسه شکل گرفته بود و همه به وحشت افتاده بودند و کسی نمیدونست که اسم بعدی خودشه یا فرد دیگری. جو بسیار ترسناک و باور نکردنی بود. اسامی تمام شد و جو جلسه که بسیار ساکت شده بود به یک بار منفجر شد. افراد نجات یافته دست زدند و از خوشحالی فریاد می زدند: زنده باد صدام! افرادی که اسامی اونها خونده شده بود به اعدام محکوم شدند، اما اعدام اونها هم بسیار عجیب و غریب بود. مسئول اعدام این افراد همین نجات یافتگان بودند. همه این افراد از یک حزب بودند و بعضی از اونها روابط خانوادگی با همدیگه داشتند، اما در اینجا در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. نجات یافتگان اگر می‌خواستند زنده بمونند، باید دوستان قدیمیشون رو اعدام می‌کردند. دیگر کسی جرأت نداشت با صدام مخالفت کنه تا اینکه در همسایگی عراق اتفاقی رخ داد. اگه تا اینجای ویدیو لذت بردین، برای حمایت از ما لطفاً ما رو سابسکرایب کنین و لایک یادتون نره. در ایران انقلاب اسلامی شکل گرفت و صدام که از ایرانیان تنفر داشت فرصت رو غنیمت شمرد و در شرایطی که جامعه ایران هنوز به ثبات نسبی نرسیده بود به ایران حمله کرد. او از این حمله با عنوان قادسیه دوم، یعنی فتح دوم ایران توسط عرب، یاد میکرد و معتقد بود که ظرف فقط 3 هفته میتونه ایران رو از آن خودش کنه. در شهریور سال 1359 بدون اطلاع قبلی به ایران حمله کرد. برخلاف اون چه که فکر میکردند، این جنگ به طولانی ترین و فرسایشی ترین جنگ تبدیل شد و بعد از مدتی جنگ در خاک عراق جریان داشت.
عراق حمایت همه جانبه کشورهای غربی مثل آلمان، فرانسه، آمریکا و کشورهای دیگری رو داشت و کشورهای زیادی وام‌های کلانی به عراق برای ادامه مبارزه با ایران میدادند و همین کفه ترازو رو به سمت صدام سنگین تر میکرد. با این حال نمیتونستند خاک ایران رو بگیرند. به این ترتیب صدام تصمیم به جنایت وحشتناکی گرفت. کشور عراق به سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی دست یافته بود، اما کشورها حق استفاده از اونها رو نداشتند. حتی هیتلر هم در جنگ جهانی این سلاح‌ها رو داشت، اما هیچگاه از اونها استفاده نکرد. اما در این جنگ صدام دستور داد این سلاح‌های شیمیایی علیه سربازان ایرانی استفاده بشه و سربازان ایرانی با سلاح‌های شیمیایی جونشون رو از دست دادند. با اینکه این یک جنایت بسیار بزرگ و وحشتناکی بود، اما غرب چشمش رو روی این جنایت بست و نیروهای عراق بار دیگه از این سلاح‌ها استفاده کردند و اونها رو بر سر مردم غیر نظامی شهر کردنشین حلبچه ریختند و بیشتر از 5000 نفر شامل زن و بچه همگی جان باختند. در 20 آگوست سال 1988 جنگ ایران و عراق خاتمه یافت. جنگی که در اون مرزی جابجا نشد، اما خسارت‌های مالی و جانی زیادی بر جا گذاشت. عراق دچار بحران آب و برق و مشکلات زیادی شد، اما صدام اهمیتی نمیداد و خودش رو پیروز جنگ معرفی می‌کرد، در حالی که کشورش نابود شده بود. صدام دروازه‌ای به نام دروازه پیروزی در مرکز شهر بغداد بنا کرد. اطراف این دروازه کلاه خود سربازان کشته شده ایرانی رو گذاشته بود و این رو نمادی از پیروزی می‌دونست. همه جای کشور پر از مجسمه ها و تصاویر صدام شده بود و صدام سرمست خودش شده بود. در طی جنگ ایران و عراق صدام 40 میلیارد دلار وام از کشورهای مختلف گرفته بود و از این 40 میلیارد دلار فقط 10 میلیارد دلارش رو کویت به عراق داده بود. صدام از سران این کشورها خواست تا وام ها رو ببخشند، اما نتیجه‌ای نداد. مخالفت حاکم کشور کویت بهانه‌ای شد برای اینکه صدام به این کشور حمله کنه. در سال 1990 صدام به کویت حمله کرد، اما دیگر دوستانش یعنی آمریکا و روسیه از اون حمایت نکردند، بلکه اون رو محکوم کردند و آمریکا در ژانویه 1991 به کمک کویت اومد و عملیات صحرا رو بر علیه نیروهای عراق شروع کرد و فقط در طی 100 ساعت نیروهای عراق را از کویت بیرون کرد و کویت توسط آمریکا آزاد شد. صدام در اوج ضعف قرار گرفت، اما باز هم خودش رو پیروز میدونست و جشن پیروزی فتح کویت رو هم گرفت. فقر و مشکلات اقتصادی سراسر مردم کشور عراق رو برگرفته بود و مردم معترض شده بودند و حتی جنبش‌های مسلحانه‌ای هم بر علیه صدام انجام گرفت. سرانجام در 19 مارس 2003 آمریکا به عراق حمله کرد. هدف آمریکا از بین بردن رژیم بعثی و صدام بود. مردم عراق در آغاز جنگ از آمریکا استقبال گرمی کردند و مجسمه‌های صدام را شکستند. آمریکا کنترل عراق را به دست گرفت، اما صدام مخفی شده بود و هر چند وقت یک بار صداهای ضبط شده او منتشر می‌شد. تلاش‌های گسترده‌ای برای دستگیری او بی‌ثمر بود تا اینکه اون رو در 13 دسامبر توی یک چاله توی خونه روستایی نزدیک محل زادگاهش پیدا کردند و اون رو دستگیر کردند. صدام رو به دادگاه بردند و به خاطر اقداماتش علیه بشریت اون رو به اعدام محکوم کردند. صدام در تاریخ 30 دسامبر سال 2006 در ساعت 6:07 به وقت محلی به دار آویخته شد. مرگ صدام باعث خوشحالی خیلیا شد،
مردم توی ایران جشن گرفتند. کویت از اعدام صدام استقبال کرد و کردهای جهان نیز از مرگ صدام خوشحال شدند. صدام از یک روستای کوچک ظهور کرد و قدرت اول عراق شد و با جنگ‌هایی که راه انداخت صدها هزار نفر رو به کام مرگ کشوند. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای تاریخی جذاب در کانال ما حتما ما رو سابسکرایب کنید.